سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه از شورتکات های فتوشاپ. توی این قسمت میخوایم به شورتکات های فتوشاپ در بحث دیدن یا به قول معروف ویوینگ بپردازیم. به قسمت قبلی به شورتکات های سلکشن و انجام انتخاب و اینا پرداختیم که اگه ندیدش بهتون پیشنهاد میکنم حتما بریم ببینید. از پلیلیست فتوشاپ شورتکات خود چنل میتونید برید و تماشا کنید. بهتون پیشنهاد میکنم، شورتکات های خیلی مفیدی رو گفتیم. توی اون قسمت هم همینطوره و قسمت بعدی ما رو دنبال کنید که قراره کاربردی ترین و مهمترین شورتکات های فتوشاپ شما بگیم که من بهتون قول میدم با دونستن این شورتکات ها سرعت کار شما تا 3 یا حتی 4 برابر هم میتونه برسه. اگه نمیدونید شورتکات چیه، دوباره تو هم ویدیو قبلی توضیح دادم، برید ببینید و بعد بیاین این ویدیو رو تماشا کنید. خب بریم سراغ آموزش. همونطور که گفتم توی این قسمت می‌خوایم به شورتکات های فتوشاپ در کار ویوینگ، دیدن و مشاهده حالا بخش مختلف بپردازیم. شروع می‌کنیم از شورتکات اول، دیدن کار تو حالت 100%. 100% یعنی چی؟ یعنی این که حالا شما اگه این ضربه بزنید معلوم میشه. شما اگه رو فایلتون زوم کرده باشید، شما اگه رو کارتون زوم کرده باشید میبینید که کل کارتون نمایش داده نمیشه. برای اینکه شما برگردیم، برای مثال یک تغییر خاصی تو چشم ایجاد کنید و الان میخواین برگردیم به اون حالتی که کل صفحتون نمایش داده بشه، دو راه دارین. راه اول اینه که از شورتکات بزرگ و کوچیک کردن تدریجی یعنی بخش ویوینگ، بخشی که دارین میبینید استفاده کنید که میتونید از کنترل مثبت و کنترل منفی روی کیبورد استفاده کنید که خب این اولین شورتکات هاییه که میخواستم بگم که کنترل نگه دارید. اگه منفی رو بزنید سایز عکستون در واقع کوچیک نمیشه، اون بخشی که شما میبینید کوچیک میشه، یا اگه کنترل مثبت رو بزنید بزرگ میشه. اولیشه. دومین شورتکات برای این کار اینه که کلید آلت رو نگه دارید و اسکرول وسط موستون رو تکون بدید. اسکرول رو به سمت جلو ببرید زوم این میشه، اسکرول رو به سمت عقب ببرید زوم اوت میشه. پس آلت رو نگه میدارید و با اسکرول وسطتون هر ناحیه رو نگه دارید میتونید در اون محدوده زوم کنید. برای مثال برای این اطراف موس اونجا میبرید، آلت رو نگه دارید و با اسکرول میتونید اون و زوم کنید. و اگه تو حالت موو باشید، این کلا این خیلی کارتون رو سریع میکنه. میخواین تو ابعاد کوچیک کار کنید، آلت رو نگه میدارید، میتونید زوم کنید و اسپیس رو نگه دارید، میبینید که نشانگر موستون به حالت دست میشه و میتونید تغییر بدید. برای همین این آلت و اسپیس رو استفاده کنید، میتونید تو ابعاد کوچیک خیلی سریع کارتون رو انجام بدید. ابزار هند تول اینجا و مگنیفایر هم هستن، ولی خب این استفاده از آلت و اسپیس خیلی بهتره. و یک کمک دیگه هم که به شما میکنید اینه. برای مثال اگه شما تو ابزار براش باشید، میبینید الان تو براشیم، حالا من رنگ چیزام براش بذارم، میخوایم اینجا کوچیک کار کنید، آلت نگه میداریم زوم میکنیم، همونجور که داریم با براش میکشیم میتونیم با استفاده از نگه داشتن اسپیس و موسمون محدوده که میبینیم رو تغییر بدیم و خب کارمون خیلی سریعتر میشه تا بخوایم از این دکمه اینجا استفاده کنیم. یه دونه شورتکات دیگه هم وجود داره برای اینکه تو هر ناحیه هستین برگردیم به حالت 100%. اونم کنترل 0. کنترل 0 رو بزنید، سریع برمیگردیم به حالتی که فول اسکرین، یعنی کل کارتون نمایش داده میشه. پس شد کنترل و منفی زوم اوت، کنترل مثبت زوم این، نگه داشتن آلت و تغییر، یعنی در واقع جلو و عقب بردن اسکرول موس و ابزار اسپیس که این شد 4 تا. حالا کنترل 0 خیلی به شما میتونن کمک کنن تو افزایش سرعت کارتون.
یه نکته دیگه هم که هستش، این برای شورتکات آخر که گفتم کنترل 0 رو بزنید میتونید دوبار، حالا رو هر ابزاری بشین دوبار رو ابزار هندزن کلیک کنید، اتفاق میفته. یه ابزار هند تول اینجا دارید، اگه دوبار روی این کلیک کنید همون کار کنترل 0 رو میکنه و فول اسکرین میشه صفحه نمایشتون، کل کار رو میتونید مشاهده کنید. شورتکات بعدی تب و شیفت تب هستش که با زدن کلید تب تمام این پنجره های شما و نوار ابزارتون هاید یا به قول اصطلاحی مخفی میشن و شما فقط کارتون رو دارین که میتونید برای بررسی بهتر و حالا در ابعاد بزرگتر کارتون استفاده کنید و دوباره تب بزنید اون پنجره ها برمیگرده. شورتکات بعدی شیفت تب هست که همه پنجره ها بجز ابزار این در واقع نوار ابزار رو حذف میکنه. یاره وقتی که شما میخواین در ابزار بزرگتر فقط از این استفاده کنید، در مثال نیم ساعت میخواین فقط با استفاده از ابزار براش توی یک قسمتی کار رو انجام بدید، شیفت تب رو میزنید و خب کارتون رو انجام میدید. ابعادتون هم بزرگتره، میبینید اگه این پنجره باشن شما محدوده کوچکتری دارید، اما اگه شیفت تب رو بزنید فقط نوار ابزار رو فایلتون در دسترس هست که خب میتونه بهتون خیلی کمک کنه. شورتکات بعدی شورتکات F هستش که شما تو محیط فتوشاپ باشید، حالا هر محیطیش F رو بزنید در واقع فول اسکرین میشه صفحه نمایش شما و احتمالا شما مشاهده نمی‌کنید، اما این پایین نوار یعنی تسکبار من رفته و حالا کلا فتوشاپ فول اسکرین شده که این هم میتونید استفاده کنید و دوباره F بزنید تو این حالت میره، یه بار دیگه بزنید برمیگردیم به حالت حالت اولیه و این حالا اون ضبط نمیشه، اما این تسکبار پایین هم حذف شده که حالا این هم در بعضی اوقات کاربرد داره. شورتکات بعدی برای اینی که بر مثال شما این بخش رو مشاهده میکنید، اگه میخواین این بخش مشاهده‌تون به سمت راست یا چپ بره میتونید از این طرفا استفاده کنید. از سمت راست صفحه کلیدتون که رو کیبورد هست، یعنی سمت راست اینتر و بک اسپیس و اینا نامپد هست که اشاره اعداد هستن و روی اعداد 9 و 3 نوشته پیج آپ و پیج داون که حالا به اختصار شاید نمیشه باشه پی جی آپ و پیج داون که میشه پیج آپ و پیج داون که حالا کاربردهای خودشون دارن که تو فتوشاپ هم به عنوان شورتکات محسوب میشن، به شکلی که شما اگر کنترل و شیفت رو نگه دارید با پیج آپ میتونید به سمت چپ برید و با پیج داون به سمت راست که اگه نگه دارید اگه بزنید فقط این تدریجی حرکت میکنید و اگه نگه دارید متوالی به سمت راست یا چپ حرکت میکنید. پیج آپ به سمت چپ، پیج داون به سمت راست و با نگه داشتن کنترل و شیفت. این از شورتکات هایی بود که امروز بهشون پرداختیم. ویدیو کوتاهی شد، کلا چند تا شورتکات مختصر بود، اما بهتون قول میدم این قسمت هم یعنی این شورتکات هایی که تو این قسمت گفته شدم به شما خیلی میتونه کمک کنه. پس یه خلاصه بخوام بگیم، آلت رو نگه دارید با اسکرول زوم این و زوم اوت، با اسپیس و دراگ اند دراپ میتونید جابجا بشین در بخش مختلف تصویرتون. کنترل 0 یا دو بار دابل کلیک روی ابزار هند تول فول اسکرین میکنه. با دکمه F یعنی کل صفحه نمایشتون فول اسکرین میشه، فتوشاپ فول اسکرین میشه و کنترل شیفت پیج آپ و پیج داون هم به سمت راست و چپ میبره. این از بود از شورتکات ها و حالا کیباند، هات کیز، کلیک های میان بود، حالا هر چیز یکی بهش میگید. در بحث دیدن فایلیم که امروز بهش پرداختیم ممنون میشم. این ویدیو اگه براتون مفید بود لایک کنید، سایدشون تو کامنت ها بنویسید، حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که این باید با این کارتون بزرگترین حمایت ممکنه عمل کردید و منتظر ویدیو بعدی باشید. تو هر ویدیو دارم سعی میکنم کیفیتش رو بالاتر ببرم و پس مفیدتری بگم. این فتوشاپ شورتکات هم شاید حتی تا 10 قسمت هم برسه. من الان بررسی کردم دیدم که
9 قسمت تقریبا این فتوشاپ شورتکات، یه قسمت هم که آره یک برنامه دیگری. یه نکته دیگه، این شورتکات هایی که گفته میشه برای ویندوز هست. تو مک خب یک سری دکمات تفاوت دارن، به جای کنترل حالا یه چیز دیگه استفاده میشه که اگر مایل بودین، چون احتمالاً بیشتر بیننده این ویدیو تو ویندوز هستن، یعنی چشون ویندوزه سیستم عاملشون، برای همین آموزش ها با یعنی ویندوز مطابقت داره. ولی اگر مایل بودید کاربران مک حتما کامنت بذارید. یک ویدیو هم میسازیم به طور خلاصه بهتون توضیح میدیم که این شورتکات ها رو چجوری تو مک استفاده کنید. یعنی هیچ فرقی نداره، یعنی شورتکات ها هستن، زوم کردن و پینت، حالا همه اینا که توضیح میدیم هستن تو مک، اما خب یک سری تفاوت دارن. برای مثال کنترل، فکر کنم دکمه کنترل یا دکمه ویندوز نباشه رو مک. حالا یک سری تفاوت دیگه که اگه خواستین یه ویدیو میسازم کلا تبدیلاشو میگم که جای کنترل برای چه کلید استفاده کرد و بعد همین. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.